این هست پیام برنامه امروزی. فاتحان دیروز و غافلان امروز. دیروز ماه رمضان ماه فتوحات بود و امروز رمضان ماه شکست ها. ببین که فاصله ره از کجاست تا به کجا. در 17 ماه مبارک رمضان بزرگترین غزوه مسلمانان که فاصله بود یا یوم الفرقان بود که فاصله شد بین مسلمان ها و بین مشرکین و مسلمان ها پیروزی بسیار بزرگ حاصل کردند. در ماه مبارک رمضان در 17 رمضان غزوه بدر بود، غزوه‌ای که لشکر کفر و شرک شکست خوردن و مسلمان ها به سطح دنیا مطرح شدند. همچنان در ماه مبارک رمضان فتح مکه مکرمه صورت گرفت. در اینجا که 10,000 صحابی مبارک، 10,000 مجاهد سلحشور اسلام اطراف مکه را قلبند کردند و داخل مکه شدند و آیات قرآن نازل شد که اذا جاء نصر الله والفتح. این فتحی که نصرت الله به امرایش بود و رأیت الناس یدخلون فی دین الله افواجا و مردم میدی که در دین الله فوج فوج داخل میشن. در ماه مبارک رمضان بود. فتح اندلس در 92 هجری. در فتح اندلس هم که طارق ابن زیاد و موسی ابن نصیر دو جنرال بزرگ اسلام تانستن که اندلس فتح بکنن در ماه مبارک رمضان. پس ماه مبارک رمضان ماه فتوحات بود، فاتحان دیروز و غافلان امروز. همچنان فتح سند توسط محمد ابن قاسم الثقفی رضی الله عنه در 92 هجری در ماه مبارک رمضان بود. فتح صقلیه که ای هم در قلب اروپا در اندلس اسپانیای امروزی بود در 212 هجری با 10,000 قهرمان مجاهد مسلمان توسط یا به رهبریت اسد ابن فرات در ماه مبارک رمضان بود. فتح عموریه را ما شما بسیار زیاد میشنویم. قلب شیر در عموریه در امینجا پادشاه فرانسه را مسلمان ها به قلب روبا قلبشان بدل کردن و دستگیرش کردن. خود فتح عموریه در 223 هجری توسط به رهبریت المعتصم بالله، وقتی یک خانم فقط میگه و معتصم با لشکرش حرکت میکنه و لشکر روم شکست میده صرف به خاطر بی‌ادبی که در مقابل یک خانم صورت گرفته بود. این فتح هم در 223 هجری در ماه مبارک رمضان. معرکه عین جالوت، معرکه بسیار خطرناک، نواسه امپراتور چنگیز خان. هولاکو میایه حتی خلافت مسلمان ها را در بغداد خلافت مسلمان ها را در بغداد سقوط میده، ولی مسلمان ها باز هم شکست نمیخورن، فاتحان هستن. اگر یک جای از دست رفت در جای دیگر دشمن ذلیل میشه. تاریخ همین را ثابت کرده. همیشه نصرت به طرف مسلمان ها هست، ولی به شرطی که مسلمان ها با الله باشن و فاتحان حقیقی اسلام باشن، نه مثل غافلان امروزی. معرکه عین جالوت به رهبریت سیف الدین قطز، یکی از ممالیک که خودش حتی آزاد هم نبود، غلام و برده، ولی رهبریت به دست میگیره و بزرگترین لشکر چنگیزی را شکست میده. در چه وقت؟ در ماه مبارک رمضان. معرکه شهدا هم که در چند کیلومتری پاریس بود. مسلمان ها به اروپا رسیدن
و در تقریبا 18 یا 20 کیلومتری پاریس مسلمان ها در چه وقت میرسند؟ در ماه مبارک رمضان. فقال